إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. برادران عزیز، پدران بزرگوار، جوانان ارجمند، مهمانان خانه پروردگار جل و علا، پیش از همه خداوند جل و علا را حمد و سپاس، شکر و ستایش به حد میگوییم برای همه نعمت‌های زیبا و مفید و با برکتش، و از پروردگار جل و علا طلب توفیق می‌نماییم که به همه ما و شما توفیق نصیب کند تا شکرگزاری نعمت‌های پروردگار جل و علا باشیم. خداوند جل و علا به ما و شما زندگی با بندگی نصیب کند، گذشتگان ما و شما رحمت و مغفرت گرداند و این ساعت‌ها و لحظه‌های اجابت دعا را پروردگار به ما و شما توفیق نصیب کند که دعا کنیم و دعاهایمون اجابت شوند. پس برادران عزیزم، ما در بهترین روز قرار داریم. پیامبر محبوبمون محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم فرمودند: خیر یوم طلعت علیه الشمس یوم الجمعه. بهترین روزی که در آن آفتاب طلوع میکند این روز جمعه است. فیه خلق آدم، و در این روز پدر شما حضرت آدم علیه السلام خلق شد. و فیه ادخل الجنه، و در این روز داخل جنت گردید، و در این روز از جنت بیرون شد و به این دنیا آمد، فرستاده شد. برادران عزیزم، پیامبر محبوبمون میفرماید که فیه ساعت، در روز جمعه لحظه های ساعت اجابت دعا قرار دارد. لا یوافقها عبد مؤمن و هو قائم یصلی. اگر بنده مؤمن در نماز باشد یا دست به دعا باشد، از خداوند هر چی طلب کند برای او عطا میکند، اگر به نیکی و خیر او باشد. پس برادران عزیزم، این لحظه های اجابت دعا و تمام لحظه های عمر خود را غنیمت بدانیم و نیکی کنیم و کوشش کنیم که بنده خیرخواهی پروردگار جل و علا باشیم. موضوع امروز ما حزب و حرکت های ارتجاعی و مسئولیت شهروندانمان در مقابل آنها می باشد. امروز در این زمانی پرتضاد که جهان اسلام با خطرها و اغواهای زیاد روبرو است، ما باید بیشتر از هر وقت هوشیار باشیم. یکی از خطرهای بزرگی که امروز مسلمانان و خصوصا جوانان را تهدید میکند، حضور و فعالیتی پنهانی و آشکاری حزب و حرکت‌های ارتجاعی است که زیر پرچم گوی و ایمانداری عمل میکنند، ولی هدف و نیت اصلیشان تفریق اندازی و سیاه کردن نام اسلام است. خداوند جل و علا در سوره روم آیت 32 میفرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. به نام خداوندی به نهایت مهربان، نهایت با رحم. از آنهایی مشوید که دین خود را پاره پاره کردند و گروه گروه شدند، هر گروه از آن چی نزد خود دارد خشنود است. خداوند جل و علا در سوره روم آیت 32 اشاره میکند به آن افرادی که دین خدا را به منفعت‌های شخصی و به گروه‌ها تقسیم نمودند. یعنی به جایی که امتی واحد و متحد باشند، مسلمانان خود را به نام اسلام و حزب‌ها و حرکت‌ها و گروه‌های مختلف تقسیم می‌کنند و هر کدام ادعا دارد که راهش راه درست است. ما بدعت را می‌دانیم. بدعت در اسلام آن چیزی را میگویند که نوگانی در دین است. بدعتی خطرناکترین در اسلام
دین پاک رو تقسیم شدند. و سبب این چی است برادران عزیز؟ این بدعت و این پدیده نو که بعد از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در دوران حضرت عثمان ابن عفان، در دوران حضرت علی پیدا شد. آنها مقصدشون یک بود، میخواستن که دین پاکی که نو قوت میگرفت. مردم مقصد دین رو فهمیدند، هدف دین رو فهمیدند، پاکی و حلم و این وحدت و این دوستی که دین اسلام تشویق میکنند درک کردند و فهمیدند. و به این دین مردم زیادی در جزیره عرب تا این سرزمین ما رسید. مردم همه با شوق و ذوق این دین را قبول کردند. این دینی که سراسر همه مهربانی و رحمت و مغفرت و نیکی است. این گروهی آمدند به نام خوارج، همه را کافر میگفتند. چنانه که ما میدونیم در زمان ما عین حال هست همون گروه هایی که بغیر از خود و گروهی که هم فکران خود بغیر از دیگر همه را کافر میگن و خونی همه را حلال میدونن. حضرت علی کرم الله وجهه که داماد پیامبری خدا صلی الله علیه و سلم بود و چهارمین خلیفه پیامبر بود، شخصی بود که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در زندگیش، پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمود علی فی الجنه، بشارت به جنت شده بود. یکی از عشره مبشره است، یکی از 10 گانه‌ای که در زندگیشون پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم به آنها بشارت داده بود که شما جنتیید. وقتی حضرت علی بالای منبر میبرآمد، آنها در درون مسجد بودند، نماز میخواندند به مانند مردم. میگفتند این الحکم الا لله، حکم فقط از جانب خدا است، تو حکم کردن نمیتوانی، تو هیچی گفتن نمیتوانی. و همه رو تکفیر میکردند، کافر میگفتند. در حدیث صحیح پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرمایند اگر انسانی برادر مسلمانش رو بگوید یا کافر، اگر کافر خطاب کند، یکی از این دو کافر است. اگر با انسانی گفته باشد اگر مستحقی سخن نباشد، سخنش بر خودش میگردد. پس این بسیار خطرناک است. یک پدیده ای هست که مسلمانان مخصوصا جوانان را ناکام میکند. چنانکه که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در حدیثی که امام ترمذی روایت میکرد فرمودند و ستفترق امتی علی 73 فرقه، امتی من به 73 فرقه، به 73 قسم، به 73 گروه جدا می شود. کلها فی النار الا واحده، همه آنها در آتش جهنمند مگر یک فرقه. قیل و ما هی یا رسول الله، صحابگان ترسیدند و گفتند ای پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم، همون یک گروهی که نجات یافته است کدام گروه است؟ قال من کان علی مثل ما انا علیه و اصحابی، آن که در راهی است که من و یارانم هستم. این حدیث در سنن ترمذی تحت رقم 2641 حدیث روایت شده است. راهی رسول خدا صلی الله علیه و سلم کدام است برادران عزیز؟ راهی راست. پیامبر محبوبمان با جمعی از صحابگان ایستاده بودند و در دست پیامبر یک چوبی بود. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم یک خط راست کشیدند برای ساده و عادی و فهماندن صحابگان و گفتند هذا صراطی، این راهی راست است، هذا صراط، این راهی مستقیم، راهی راست است. و در گوشه آن خط راست باز خدشه های کشیدند که بر راه دیگر نروید، بر راه خطا نروید، بر راه نفس نروید، بر راه خرافات نروید، راهی که نه شعار، نه گروه، نه فتواهای ساخته و بافته شخصان علیحده یا گروه های منفعت جو. همین است که حافظ شیرازی، عارفی برجسته ملت ما، تفریقه مذهب‌ها و گروه‌ها را با دید انسان دوستانه و عرفانی به خوبی توصیف کرده است. جنگ 72 ملت همه را
عذر بینه، چون ندیدند حقیقت راهی افسانه زدند. یعنی وقتی انسان ها از راه حق دور شدند و معرفت درست دینی نیافتند و دین خدا را نشناختند، به هر گروه و شاخه رو آوردند. ولی هر کدام از حقیقت اسلام دور بودند و به جای هدایت مردم را به سوی افسانه و خرافات و خیال بازی بردند. جنگی 72 ملت اشاره بر تفریقه و پریشانی عقیده ها و گروه هایی هست که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در امت اسلامی گفتند که به وجود می آید. یعنی همه از راه حق دور افتادند، هر کدام دعوایی دارد، ولی اگر عمیق‌تر نگریم میتوان گروه های آنها را به نداشتن حقیقت شهر داد. در حقیقت برادران عزیزم، وقتی انسان از علم دور میماند، از اصل دین دور میماند، هر انسانی پست و پلیدی که فکرهای پلیدی دارد، نیتهای پست و بدی نسبت به مردم و جوانان دارد، وقتی فضا خالی شد، آنها این فضای خالی را پر میکنند. گذشتگان ما و شما، کلانسالان ما و شما یک جمله نصیحتی زیبایی داشتند: بچه جان نکن ابال است میگفتند. با همین یک کلمه همه را تربیت کردند. در عصر خود همه جوانان را تربیت کردند و نگاه کردند و بر راه راست راهنمایی کردند. اما هنوز 1000 آیت میخونی، 1000 حدیث میخونی، راهش را عوض نمیکند، همون راه کجش را تغییر نمیدهد، تأثیرش نمیکند. وقتی به جوانان میگفتند که ابول است، بدنش در لرزه میومد، ترس خدا را فرا میگرفت و از هر حرام کرده و از هر پستی و از هر بدی و از هر کجروی دست میکشید. با همین یک جمله نصیحت. چرا یک کلمه تأثیر گذار بود، اما امروز اینقدر موعظه ها تأثیر گذار نیست. پدر میآید در شعبه فتوا شکایت از فرزند میکند که مرا گوش نمیکند، مرا احترام نمیکند، مرا قدر نمیکند. اینجا من فکر میکنم که کمبودی پیش از همه خود ما است. کمبودی هر یک پدر و مادر است که بی توجهی میکنند نسبت به فرزندانش.